تا حالا شده یه صبح جمعه از خواب بیدار شی، حس کنی قراره یه چیزی ببینی که تا آخر روز ولت نکنه؟ اگه بهت بگم یه پارک باریک توی گلسار هست که صبح‌های مه‌آلودش بیشتر از یه پیاده روی ساده است چی؟ اگه بگم اینجا بعضیا برای ورزش میان و بعضیا برای دیده شدن، فکر میکنی فرقش رو میفهمی؟ امروز صبح رفتم پارک گیلانه و چیزی دیدم که باعث شد قدم‌هام آهسته تر بشه. یه قاب، یه استایل، یه انرژی که فضا رو عوض کرد. میخوای بدونی چی دیدم که هنوز توی ذهنم مونده؟ پس تا آخر این ویدیو با من بیا، چون این فقط یه قدم زدن ساده نبود. صبح جمعه است و من وارد پارک گیلانه میشم. هوا هنوز بیدار نشده. مه مثل یه حریر نازک روی مسیر خوابیده و نور خورشید آروم آروم داره پوست درخت‌ها رو لمس میکنه. صدای پرنده ها نه معمولی، یه جور زمزمه کشدار که مستقیم میره زیر پوست آدم. پارک باریک و کشیده است، مثل یه خط سبز ممتد که کنار بولوار گیلان نفس میکشه. یه مسیر برای دوچرخه سواری، یه مسیر برای پیاده روی و من وسطش با قدم‌های آروم و کنترل شده. اولش خلوت بود، اما کم کم شهر داره خودش رو میرسونه. اینجا گلساره، جایی که استایل فقط لباس نیست، زبان بدنه. خانوما یکی یکی وارد قاب میشن. ستای ورزشی جذب، رنگ هایی که چشم رو نگه میدارن، پارچه هایی که بی صدا انحنای بدن رو دنبال میکنن. وقتی از کنارم رد میشن، رد عطرشون چند ثانیه روی هوا میمونه. یه مکث کوتاه، یه مستی کنترل شده. بعضیا آهسته راه میرن، بعضیا میدوئن، بعضیا با سگاشون بازی میکنن. یه گوشه بدمینتون، خنده، نفس، حرکت. اما یه چیزی تو فضا هست، یه انرژی مشترک. انگار ورزش فقط یه بهونه است، بهونه‌ای برای دیده شدن، برای تأثیر گذاشتن، برای بازی نرم نگاه ها. و بعد یه قاب کاملا ناگهانی، یه خانوم با اندامی تراشیده و متناسب. قدماش آهسته نیست، اما عجله هم نداره، ریتم داره، آگاهانه.
یه شلوار جذب صورتی، یه سویشرت کرم رنگ که روی فرم بدنش نرم میشینه، انحناهایی که با هر قدم موج خیلی ظریفی میسازه، پاهای خوش فرم، موهای صاف و بلند تا کمر و باد که بی اجازه بین تارهاش میچرخه. اون راه نمیره، جریان پیدا میکنه. هر مردی که از کنارش رد میشه یه لحظه مکث میکنه، یه نگاه کوتاه، یه پلک زدن دیرتر از معمول. انگار خودش هم میدونه که قدمهاش دیده میشن، که حضورش فضا رو گرم تر میکنه. من چند قدم پشت سرش حرکت میکنم، نه با عجله، فقط برای ثبت این بازی نور و حرکت. خورشید حالا بالاتر اومده، نور روی موهاش میشینه، روی مسیر دوچرخه خط میکشه. مه کم کم کنار میره، اما اون حس، اون کشش صبحگاهی هنوز هست. پارک شلوغ‌تر شده، نگاه ها بیشتر، ریتم ها تندتر. اما من هنوز همون قدم های اول رو حس میکنم، همون لحظه ای که مه بود، همون جایی که هوا بوی شروع میداد. نه خب میده به دیگه. علیکم السلام. علیکم السلام. علیکم
به انتهای پارک میرسم. مسیر تموم میشه، اما این صبح هنوز توی ذهنم ادامه داره. جمعه‌ای که با مه شروع شد، با نور گرم شد و با انحنای قدم‌ها، با عطرها، با نگاه‌های کوتاه رنگ گرفت. اگه کنار من قدم زدی و انرژی رو حس کردی، لایک کن. برام بنویس کدوم لحظه بیشتر دلتو لرزون. و اگه دوست داری صبح‌های بعدی رو هم با هم نفس بکشیم، سابسکرایب یادت نره. من فریم و اینجا هر قدم یه وسوسه آرومه.